به به بچه‌ها ببینین کیو براتون آوردم. یکی از بهترین بریجرهای ایران رو براتون آوردم که قراره فاکینگ تلی بریج برام بره تو این ویدیو. خیلی خب یه دونه فروت بری برو اول. حاجی پشمام نگاه کنین فرست رای زدش، دوباره هم این کار رو انجام میده. اوکی حاجی یه دونه بیریزلی هم برو. حاجی پرام فرست رای میره و اینم بگم که فقط 3 تا ترای داری تا بریجا رو بزنی. حاجی حالا یه دونه تلی بریج هم برو. پشمام این قراره باهاش بدواز بازی کنیم. اوکی حاجی اومدیم داخل مچ. گلدار بده من ایرانا رو میدم، تو تلی بریج رو بزن. گلدار بده من دفت میدم. خیلی خب حاجی یه تلی بریج برو. تلی بریج بزن مرد مومن. ولی خب گاد بریج هم اوکیه. بردم تو ویدیو مشتی یه دونه تلی بریج بزنی. بوی شدی سبحان الله. هل نه دفت من بدم. اوکی بریم راست شدیم. من تولزا رو بگیرم، یه دونه هم لول 2 کنم پیککسمو، اینم بذارم داخل چستو. فاک حاجی ریدم. بلشو زدی؟ اوکی دم میرسن. دوون بیار یه دقیقه. لده کلاس نفسم بکنم. بمیر داداش که ریدی آبم قطعه. یارو از چست بردم یه دونه آرمور بگیرم، یه دونه فایر بگیرم. حاجی یه تلی بریج برو. بابا ریزی که. ولی خب لیاقل نصف راه رفتی، من نصف راه دیگه رو میام. برم یلو مونده با یه دونه گره که چی میگن یار نداره، بدبخت خدا زده. خب حاجی اینا استکن پرات دارن، ما همونم نداریم. البته من آرمور دارم ولی خب من نوبستگم، من بک میدم. بیا زود اینا رو دراب بدم obsidian نکنم. نه اوکی رسیدی بزنیمش. حاجی دوتامون رو نزند. من مردم. حاجی این مادر بیچ چی میگم جان بوست داره. ای خواهر تو دوست دارم خدایی. تیرکس ماینی دقیقا همونجا که فایر زد من مردم. ایول اگه نفهمه من بدشم یه دو دایمندش هم بود بودم. اونجایی اوکی الان دارم میرسم. صبر کن یه دقیقه. خیلی خوب اگه کاور بدی بدشو گرفتم و کاور باید بدی. فقط اگه دوباره دوتامونو نزنه با دوتا نوب استگیم. اگه دوتامونو دوباره نزنه TNT گذاشتی. بدشو بزن. ایول بنازم حاجی بنازم. ای وای به محمد حیدری لاکم گرفتم. خیلی خوب میترسم الان بیاد استک خار رو خفیف بکنه. آره چنل فامیلی فرندلیه، چیز نباید بگم. آره داداش 100% چنل فامیلی فرندلی اصلا هیچ. آره ایوه خیلی خوب. وای داره استک میکنه. ریدم که شیرزم ندارم. مهم نیست. داره استک میکنه، فقط زود باش بریم بزنیمش. داره استک میکنه. ای وای بدمونو زد رو استک. حاجی باید مچو کلاچ کنیم من اگه تونستی رام بده یا من از سری میام فقط یه استک ریز بکنم. یه استک ریز فقط اصلا هم. آره فقط رام بده درجا میام دنبالت بابا. بنازم میگم ستون یادت نرفتی که ما الان تو باید اسپید تلی بزنی یا تلی خالی بزنی. من میخوام کانتنت در بیارم ازت داداش. تو رو خدا یه تلی بریج بزن دیگه.
خیلی خوب. برو ماشاءالله. یارو نوبه سگه. بابا بنازم. لده نداشتی حتما. بابا بنازم بهت. ای وای. یارو تو چت نوشته بلو. خب واسا. خب تایپ کن دیگه. هر چیز نه. تایپ کن نوبستک. 10 سال بعد اون نوبستک داره دایگنالش رو تموم میکنه یا هنوز داره. بیا با هم کار نداشته باشیم. حاجی کرکم. حاجی پشمام. یه جور اسویتلی زدی طرف پشماش ریخته. ریده به خودش. بنازم بهت داداش. دمت گرم. حداقل بالاخره پشما یه نفر ریختش. بنازم. اوکی من میرم دایگنال. تو برو رد. من بده چیزو میزنم. بیا اینجا ببینم نوب سگ. سیکیم و شاخلاری. از راست رفیق ترک زیاد دارم. فوش ترکی یاد گرفتم. یه فوش ترکی بود. سوچون بود. شوخون بود. نمیدونم یه چیز بودش. آره اونم فعلا معنیشو نمیدونم ولی میدونم فوشه. آره بعد از رفیق ترکم بپرسم معنیش چیه. عادی ترین سرعت عوض شدن بحث پسرا. خب این رد داره با پینک فایت میده. منم اینجا میام یه لاشخوری ترتمیز میکنم. اصلا ماچ کردنی که نه ولی آره 4 تا بشه برم. اوکی آجیو نرو. بیا بک بدیم. الان میاده. شاپنس دارم. پرات هم داره. بک بدیم. وای ای ریدی که آجی اینا 2 نفرن خلاشیات. بیا اصلا دربارش حرف نزنی. اوکی اصلا دربارش حرف نزنی. من اصلا نمیخوام راجع به مچ قبلی حرف بزنم که چه اتفاق گوه و بدشانسی اومد. ما اصلا آپگرید نداشتیم. خیلی خوب وقت کلاچ کردن گیمه. فقط قبلش من یه استک ریزه. فقط ریزه داداش. اصلا هم استک خار و مادر نیستش. فقط یه استک ریز. خیلی خوب ببین من برم تو بیسرت دیگه کل مچ پارن. فقط اگه قبلش من یه وید نشم به لطف خداوند زیبای بخشنده مهربان. اصلا همه چی. آره شاپنس پرات 3 نشد. نیازی نیستش. من میرم پراتو مکس میکنم. این حرفا رو نداره استک کردن داداش. من یه تیرکس ماینی اصیلم. ناسلامتی 2 ساله دارم تیرکس ماین پلی میدم. 2 ساله پوجاو لانچر دارم پلی میدم. الکی مگه داداش. 3 و 4 و 5 و 6 دیوار پشت هم بزن. وقت جون دادن من بایستا تو چشمم زلده شاید اون لحظه. خیلی خوب دیدم که پینگ زیادی پر رو شده. وقتشه که کارشو تموم کنم. فقط اگه فایر بال بارونم نکنه. برم اونجا قایم میشم. چی میگن اینویز بکنم نبینه منو اونجا که این نوب سگه. آره خب داداش من الان اینویزم. پاره ای رفیق خوشگل من. بیا ببرمت پیش پیرمرده قزوین. رفیق کجا در میری؟ بیا ببرم پیش پیرمرده قزوین بچه خوشگل. خداحافظ. یه ایتم نتونستی بدی. فقط فال دمیج فایربال تو خوردم که والا حرف قشنگی نیستش ولی خب ببرمت پیش پیرمرده قزوین هم حرف خوبی نیستش. الان یه سری هیتر میان میگن خودت هم باید بری پیش پیرمرده قزوین. دن بنازم وین حاجی.
رفقا ممنون میشم اگه ویدیو خوش اومد حتما دکمه لایک رو بزنید و اگه هم خواستین سابسکرایب کنید، چون واقعا حمایت ها خیلی کم شده. خواستم دیلی آپلود رو زیاد بیشتر بذارم که متاسفانه دیدم ویو نداره. اگه حمایت کنین بیشتر میذارم، پس لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره و بدون معطلی پیس اوت.